بچگیم از جن خیلی میترسیدم. یه روز تو خونه تنها بودم، برای اینکه نترسم زدم زیر آواز. وسطای آوازم یه جن اومد زد رو شونم، گفت داداش دفعه بعد خاصی آواز بخونی لطفاً یه بسم الله بگو ما بریم، این زرزر مزخرف تو رو ما نشنفیم. صبر کن ببینم ناکس، هر بسیجی مشنگی هم دیگه میفهمه که تو منظورت از زرزر مزخرف کنفرانس مطبوعاتی حاجی روحانیه. پس معلوم میشه این بدبخت بی خودی نمیگفت که من به اندازه کافی از اونایی که نباید اسمشونو بیاریم دارم میخورم، شما دیگه یقه منو ول کنی. اتفاقا منظورم زرزرای ایشون نبود، چون اون بسیج مشنگی که اینو بفهمه اینو هم میفهمه که بدبخت بیچاره به چه زبونی بگه وضع اقتصادیمون از خفگی گذشته. منظورم اون مشنگتراییه که هنوز دروغ از دهن ایشون در نیامده، یه چیزی رو لو میدن که بعد دشمنای نظام محکمتر میزنن تو سرمون. شما به عنوان ابر استراتژیست نظام آیا نباید 4 تا راهنمود به اینا بدین که خفه خون بگیرن؟ اگه با راهنمود خفه خون میگرفتن که خب اول راهنمود رو به خود حاجی روحانی میدادم. که اولا باید کارت یه جایی باشه که بشه راهنمود داد، ما اینجا گذشته. دوما گیرم من راهنمود دادم، کو اون صاحب شعوری که بره اجرا بکنه، که بیشتر گیر میشن با راهنمودای من عبوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم. بله میفهمودم مشنگی داشت رانندگی میکرد، دید تابلو زده قبل از ورود به تونل چراغا رو روشن کنی. گفت آخه من از کجا بدونم چراغای تونل از کجا روشن میشن؟ بعدم پیاده شد دنبال کلید چراغای تونل میگشت. روشن شد یا برفستم به تو تونل تاریک دنبال چراغ بگردی. باشه خفقون نگیره، ولی دیگه چرا پرت و پلا میگه؟ مرکز استانمون همه قرمزن ولی میگه 127 نقطه سفیدم تو استانا پیدا میشه. نقشه استانا رو داره رنگ میکنه یا من رو ای دکتر؟ این داره جواب اونایی رو میده که دکتر روحانی رو متهم میکردن به بیسوادی. تا وقتی که کنفرانس های مطبوعاتیشو نذاشته بود همه فکر میکردن هیچی حالیش نیست، ولی وقتی که کنفرانس ها رو گذاشت همه مطمئن شدن که هیچی حالیش نیست. حرفای قلوب سرنبر شنیده ولی بلد نیست درست خرج کنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم. بله میفهمودم مشنگه رفت یه کافه رستوران سطح بالا، منو رو نگاه کرد، یه افهی اومد گفت یه ساندانس لطفا. گارسونه گفت ساندانس اسم کافه است، همینجا بیشی یه چای قمپلو برات میارم. روشن شد یا از همون رنگ سفیدی که حاجی روحانی به استانا زد بزنم برات که روشن‌تر بشی. دکتر بعضی افتضاحات هست که یه بار سر آدم میاد و تموم میشه. بعضی ها مثل کنفرانس مطبوعاتی حاجی روحانی هر روز یه کاری میکنه که همون دشمنایی که اسمشون رو قرار شده نیارم میکوبن تو سر کله مقام عظما. به حاجی روحانی بهش گفتم نکنی کارو، تو یه بار روزانه کنفرانس مطبوعاتی میذاری، نظام باید تا کنفرانس بعدی همینجوری توونشو بده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم. بعد میفهمودم پسر املت درست کرد، از دستش در رفت هرچی فلفل بود ریخت توش. باباش با هر یه لقمه که میخورد یه قسمتی از ارث اینو محروم میکرد. اینم دیده بقیه رئیس جمهورا کنفرانس میذارن، اینم هوا برش داشته. مرحوم ابوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم. بله میفهمودم مشنگه تو باشگاه بدنسازی یک دادی زد که همه گفتن زهر مار. گفت چه خبره خودتونم که داد میزنی؟ گفتن آخه مشنگ داد مال موقعیه که دنبل 35 به بالا میزنی، نه تو که داری لباس عوض میکنی. آره تو بالاخره چه کار باید بکنیم؟ باید به همین واقعیت ها تکیه بکنیم که تو مبارزه با کرونا ما از همه دنیا جلوتریم. همه رئیس جمهورهای دنیا منتظرن که از حاجی روحانی تجربهش بگیرن. آمریکا هم داره صبح تا شب التماس میکنه که تحریما رو که برداره هیچ، یه چیزی هم دستی بده ولی اون کرونا یاب سلامی رو یه مدتی بهشون قرض بدی. آی دکتر خیلی خوشحالم کردین، اصلا چنین تصویر عالی و امیدوار کننده من اصلا نداشتم. من خودم هم نداشتم، همینطوری گفتم که یه چند دقیقه دلت خوش باشه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم. بله میفهمودم پیرمرده رفت داروخانه برای درد مفاصلش دوا بگیره.
دار خونه چیه؟ تا پیرمرد رو دید گفت به به آقا پسر مرسی هیکل، چی شده گذر شما به دار خونه افتاده؟ پیرمرد فوری کمرش رو راست کرد گفت اومدم پماد ضد پشه بگیرم برای راهپیمایی‌های طولانی تو جنگل. میخوام بگم که قدرت کلمات اینجوری کار میکنه. بله بله، الان هم با همین قدرت کلمات زدین داغون کردین برنامه رو. آی دکتر نمیرم سر سوال بعدی، میرم سر درخواست بعدی. شما که دستتون میرسه به حاجی روحانی برسونین که کنفرانس مطبوعاتی دیگه نداره. خیلی تو راستگویی خوش سابقه است، حالا کنفرانس مطبوعاتی روزانه هم میذاره. در مثل مناقشه نیست، ولی میگن عزیز جون واسه کسی درویی کن که حوصله همون یه روت هم داشته باشه. آره میخوام بهت بگم که شده حکایت همونی که خیلی معطر بود لب پنجره هم میشه، ولی خب ولش کن، بدبخت بیچاره از 3 طرف زیر فشاره، تو دیگه فشار نده میترکه، همه جا کرکسیف میشه، هم دروغ درمانی رو رفته، هم موشک زایه‌ای که شده آش نخورده و دهن سوخته، همین که خودمون عین موشک داریم میریم به سمت مکانیزم ماشه. آقای دکتر بحث موشک شد، حاجی زاده که با خودش بشکن میزد که نون و پنیر و خارک موشک نو مبارک. خب اون مشنگی بشکن میزد، ولی عظما میگفت نون و پنیر و شلغم موشکتون تو حلقم. دوربین رو کامپیوتر جهرومی باز کردن بستن سر همون موشکی که هر کارش میکنیم هوا نمیره. ناکسا. آقای دکتر اسم این جهرومی مشنگو نیارین که حالم بد میشه. آره حال منم بد میشه. اگه چایی هم بشه چای سرد میشه که هیچکی ازش خوشش نمیاد. آره من نمیفهمم این واقعا اینقدر مشنگه یا داره ادا در میاره واسه ما. نمیشه یکی از موشکای رو دست مونده کره شمالی رو یواشکی بگیریم جای موشکای خودمون بفرستیم هوا که اینقدر آبرومون نره؟ قربه برم آخه باید یه چیزیش به اون بخوره که بشه قالبش کرد، همینجوری که نمیشه که. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه بعد از سالیان سال یک از دوستای دبستانش رو دید تو خیابون، خیلی دلش براش تنگ شده بود، از پشت زد پس گردنش گفت چقدر عوض شدی امیرعلی. طرف گفت میدونی چرا اینقدر عوض شدم؟ مشنگ گفت مشکلات زندگی. طرف گفت نه احمق مشنگ، چون من امیرعلی نیستم، از این به بعد قبل از اینکه بزنی پس گردن کسی اسمشو بپرس. دکتر آبروی عظما به کنار، فکر آبرو خودشم نمیکنه این حاجی روحانی. قربه برم نظام ما تو این چیزا پاک باخته تر از یه حرف هست. مرحوم ابوی به بزن بهادر کوچولو قلومتون داداشم نصیحت کرده بود که وارد هر خونه‌ای که میشی کور وارد شو کر خارج شو. اونم رفت مهمونی چشا رو بست، هی خورد به در و دیوار، آخرش هم زد گلدون و عتیقه‌شون رو انداخت شکست، ولی موقع بیرون اومدن خودشو زده بود به کری، دیگه هرچی فوش میدادن نمیشنید، با خیال راحت اومد بیرون. آقای دکتر اخیراً مسئولین نظام دیگه نمیگن قیام و سرنگونی و ابر جنبش و ابر بحران و اینها، به جاش میگن مضیقه اقتصادی باعث افت ضریب اعتماد به نظام میشه. اینا یعنی چی؟ معنیش همون قیام و سرنگونی و ابر بحران و ابر جنبشه. نگران نباش ادبیاتشون عوض شده. مثلا خود ما رو نگاه کن، خیلی وقتا حرفامون با روانپزشکا یکیه ولی ادبیاتمون یخت فرق میکنه. اونا میگن طرف در طیف وسیع از مسائل اظهار نظر میکنه، ما میگیم طرف یه ضرب زر مفت میزنه. آیه دکتر من واقعا متعجبم از بحث شما. شما در این راست به مقام عظما میگی زر میزنه. آخه این مقام عظمای بدبخت بیچاره رو که تو با موشک آخه قربونت برم این